پهلوانان با مهارت جوان امیدبخش هستند و المپیکو از طرف دست راست نایش کوشن دولتشوی نای بانج در چندین مسابقه های جمهوری سزاوار جاهای یکم، دویم و سیوم گردیده بودند در گلیم رقم 2. سلیمان شویف نای روشان صبرعلی شغنان تیاری بینند. باز نمود دیگر ورزشی وزبرداری انا در اینجا برگزار میگردد و التماس خواهشمندان بین مخلصان کسی که زیادتر میبردارد صاحبی مکافاتای قیمتبها میگردد. مرحمت مخلصان، مرحمت ورزشگران برای برداشتن دور گیر 24 کیلو یا 16. فرید مالدش هر دو پهلوانان با مهارت هستند. در وزن بدن با پهلوان پیراهن سفید داده شد. نمیخواست چی نیست کشی نیست رنج میشه شست وزنی ای باشا مرد مالدش فرید المپیکو تیز نشه اولی. دوستان گرامی خاطر رسان میکنیم که شروع از دور دویم و هر غالبی که در دور دویم غالب میبراید توفه داده میشود. همین در دویم دور که غلبه کرد توفه میگیرد از جانب تشکیل کنندگان همین چهاربینی. برای غالبان دور دویم، سیوم، چهارم توفه ها تأسیس شده. دقیقه آخرین کنه چند روزی گوشی میگیرن؟ بعد امر داور حساب نیست گوشتین دوام دارم. یک پهلوان دولت شد پهلوان از اینا با قوت است و یک پهلوان دیگر با مهارت تکنیکی خود را نشان داده ایستاده است. لیکن برتری وقت تمام با آگاهی و پهلوان المپیکو با برتری یک بدن غالبیت و پهلوان المپیکو فتای اشکاشین داده شد. با پهلوان جعفر رضا شیرینان باشه سلیمان شویف فتای روشان پوچیک یک قرصک آسمان کف بزنیم چون که او مرد بود. او یک مردی اصیل بود، مربی خوب بود. به نهایت انا اکنون یک اعلان دیگر محترم رئیس ولایت مختار کوهستان رئیس فدراسیون کوچین ملی اگر کدام نفری که یک و همین سنگ بردارد از نام ایشان 500 سومانی رجولنک هدیه می شود. یک قرصک 500 سومانی رجولنک همین نقده داده دور نه اما بعد نیو هم جوش نمیزبورن. امرون شویف شهر خورو المپیکوف نایش کوشه یعنی که انمی توفا میمونه با 500 سومی دیگر
ای بولوش انا کدام غیرت دارم مرحمت لیکن اگر که عرجون فاری لطفی شویف صبرالیف تیاری بینم بعد اینجا بعدم با پالوان یکتکی صفحه داده شد. دختر نه او را نبرداشت شورا چه پوقت دختر این طرف پوقتی نمیره پاتی رضا ای داتا یک کوش میزه 50 تاش داتا یا موج زنده اور میره میزنه تو سه میگه چه سه ما که 60 60 یک صد 100 داتا زاد نه یک تا 60000 تو قرنه رفتم محترم رئیس یک خواهش من هم بچه‌ای که اولین مرتبه 100 تا برداشته بود همون میگه که اگر مرا اجازت بدین اگر اجازت باشه من همون 105 تا گفتگیتونم میبردم اجازت از دایره میزنه خوب اجازت دلیری کن که میدان از دلیر است اگر خصوصا معلوم میدونه روبو دلیر است شنا میگم که بعد بود برای که چون که از کلمه شعر در جمهوری خیلی چیزی بای است در بین جوانو بای شدگی هم کلی مد دا شدگی همین بگذار که هاشی منو 4 منو شدن مرتبه خدشه در پوست شعر احساس کردی انا اینجا معلم میگه که معلم گلپاچا میگه معلم اون نشوه که 105 تا برداره و او بچه چون بوده که ببره بگه من 107 تا میوان بعد یه همین تو بگه اینا 4 منو شد اما کفایش 4 رون شد او میفهمی که همین چقدر منو جدا افتخار استالو با استیلوی روسی بگیریم اخیران سرخوده انا با استیلوی توریکی اخیران مراتبه توانستی خوب نتوانستی انا دیگه اونا افتخار سالدات هم وقت تمام گلیم رقم 2 با برتری بعدا غالبیت با پالوان قربان شویف داده شد شهر خورو لطفی شویف صبرالیف تیاری بینند گلیم یکو نماز کردن شما دورزبکوف عرفتی رضا تستر پالوانان التماس حالو دورا نه 6 سکونده دیگه اوجه اوبا پالوان اولیمپیکو شوید اسماعیل تیاری بین انگلیم یکم گفتم که غالبانی دوری چهارم همه اشان با توفای خاطروی ارزشمند خدمات کردن شده دست راست نوع اشکاشه عریفش لطفی شویف نوع شغنا من عرفتی رضا با گرفتن چند کشک استحصال گانکان مشرف گردید این هم یک لطف و مهربانی رهبرت ولایت است که
برای دستگیری ورزشکاران خود چقدر مهنت و زحمت کشیدند. برای همین بیاین ورزشکاران یک قصد به افتخار رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار سپاس و منتداری محترم رئیس که چنین یک لطف و مهربانی برای ورزشکاران میکنید. تیاری بینند صادیق ازورابیکوف. ببینید چقدر پهلوانای ما چست و چالاکانه حرکت کرده ایستادند تا که غلبه به دست بیارند و صاحب تحفه خاطره‌ای بگردند. این هم یک زحمت و مهنت مربیان هم هست که شاگردان خود را برای به قوه‌های بلند ورزشی برآمدن آماده کردند. ما شاد از آنیم که امروز پهلوانان به دغلی به یگام ویران کردن قاعده و قانون‌های ترتیب و آداب ورزشگر در اینجا گستین گرفته ایستادند. این از همه مهم است، از همه مهم است انتظام والا و حرمت و احترام یکدیگر. پهلوان اصیل همان پهلوانی است که یکدیگر را حرمت و احترام میکنند. من دوستان گرامی، پهلوان قربانبک با گرفتن تحفه ارزشمند قالین اندازه 3 به 5.5 استحصال جمهوری اسلامی ایران پتش 15 سانتی متر پوت میمونی به درجه پود راحت میکنه که هیچ نگفتنی یک قرصد به افتخار قربانبک. در گلیم یکم والدیت و پهلوان لطفی